امروز میخوایم بریم سراغ یک وضعیت پزشکی فوق‌العاده جدی که هر کسی که با دیابت سر و کار داره، چه خودش و چه اطرافیانش باید اون رو بشناسه. کتواسیدوز دیابتی یا همون DKA. ببینید این فقط یه عارضه ساده نیست، یه بحران واقعیه که درک کردنش میتونه به معنی واقعی کلمه جون آدم‌ها رو نجات بده. بیایید با هم عمیق‌تر بهش نگاه کنیم. خب، برنامه‌مون برای این بررسی چیه؟ اول از همه می‌بینیم که DKA اصلا چی هست، بعد میریم سراغ این که توی بدن چه اتفاقی میفته که کار به اینجا میکشه، علائم هشدار دهندش رو با هم مرور می‌کنیم و در نهایت میرسیم به مهمترین قسمت، یعنی اینکه چطور میشه ازش پیشگیری کرد. پس تا آخر این بحث با من همراه باشید. خیلی خوب، بخش اول DKA دقیقاً چیه؟ این سه تا حرف DKA واقعاً یعنی چی؟ و چه خطری پشتش پنهان شده؟ بیایید با هم این وضعیت اورژانسی رو کالبد شکافی کنیم. اگه بخوایم خیلی ساده بگیم DKA یعنی وضعیتی که خون شما به شدت اسیدی میشه. چرا؟ چون بدن انسولین کافی نداره و برای تأمین انرژی شروع به تولید موادی به اسم کتون میکنه. انگار کل سیستم شیمیایی بدن به هم میریزه. این حالت بیشتر توی دیابت نوع 1 دیده میشه، اما این به این معنی نیست که افراد مبتلا به دیابت نوع 2 در امان هستن. اونها هم باید خیلی مراقب باشن. اما سوال اینجاست که این اسیدی شدن خون چطوری اتفاق میفته؟ یعنی بدن چطور از یه حالت نرمال یهو وارد یک بحران جدی میشه؟ این فرایند دقیقاً مثل یه واکنش زنجیره‌ای، شبیه ریختن دومینوهاست. بیایید قدم به قدم ببینیم این دومینوها چطور میریزه. ببینید همه چیز از کمبود انسولین شروع میشه. سلولهای بدن گرسنه‌ان چون نمیتونن از قند خون استفاده کنن. پس بدن چی کار میکنه؟ به سراغ منبع سوخت دوم، یعنی چربی ها میره. اما سوزوندن چربی یه محصول جانبی داره که بهش میگیم کتون. این کتون ها مثل یه جور دود سمی و اسیدی هستن که توی خون جمع میشن و کل تعادل بدن رو به هم میزنن. خب چه چیزهایی میتونن این دومینوی خطرناک رو هل بدن؟ فکر نکنید فقط فراموش کردن یه دوز انسولین باعثش میشه. نه، همونطور که میبینید یه عفونت ساده مثل عفونت ادراری، یه استرس شدید یا حتی یه مشکل کوچیک توی پمپ انسولین میتونه جرقه شروع DKA باشه. خب حالا که میدونیم چه چیزهایی میتونن باعث DKA بشن، چطور باید بفهمیم که داره اتفاق میفته؟ این علائم خیلی سریع خودشون رو نشون میدن، گاهی حتی توی کمتر از 24 ساعت. پس شناختنشون واقعا حیاتیه. اینها اولین آژیرهای خطر هستن. فرض کنید یه تشنگی شدیدی دارید که هر چی آب میخورید برطرف نمیشه. مدام نیاز به دستشویی دارید، حالت تهوع دارید و یه خستگی عمیق و بیدلیل تمام وجودتون رو گرفته. اینها رو به هیچ وجه نباید سرسری گرفت. و اما میرسیم به یه علامت خیلی خاص و عجیب، بوی شیرین یا میوه‌ای توی نفس. این بو که بعضیا میگن شبیه بوی لاک پاک کنه، به خاطر همون کتون‌های اضافیه که از طریق بازدم از بدن خارج میشن. این یه نشونه خیلی کلاسیک و مهمه که باید فوراً بهش توجه کرد. اگه این علائم رو دیدید، دیگه وقت تلف کردن نداریم. باید فوراً به اورژانس مراجعه کرد. خب، حالا تو بیمارستان چه اتفاقی میفته؟ تیم پزشکی چطور مطمئن میشن که این DKA هست و چه اقداماتی انجام میدن؟ توی بیمارستان تیم پزشکی مثل کاراگاه‌ها عمل میکنن. تشخیص DKA مثل حل کردن یه پازله. با آزمایش خون قند خیلی بالا رو تایید میکنن. با آزمایش ادرار دنبال رد پای کتون ها میگردن و با آزمایش های تخصصی تر دقیقاً میسنجن که خون چقدر اسیدی شده و تعادل مواد معدنی بدن در چه وضعیتیه تا یه تصویر کامل از بحران به دست بیارن. این اسلاید یه پیام خیلی واضح داره. این نکته رو باید با حروف بزرگ نوشت. DKA رو به هیچ وجه نمیشه توی خونه مدیریت کرد. این یه اورژانس پزشکیه و نیازمند بستری فوری توی بیمارستان، تزریق مایعات و انسولین از طریق رگ و نظارت دقیق و لحظه به لحظه تیم پزشکیه تا بدن دوباره با حالت تعادل برگرده. تا اینجا از خطر گفتیم، از دلایلش و از درمانش. اما خب همه میدونیم که بهترین درمان همیشه پیشگیریه. حالا میرسیم به مهمترین و به نظر من قدرتمندترین بخش بحثمون. چطور میتونیم جلوی این اتفاق خطرناک رو بگیریم؟
ببینید، پیشگیری از DKA یه جور سبک زندگی هوشمندانه برای مدیریت دیابته. همونطور که اینجا می‌بینید، چک کردن مداوم قند خون، تزریق دقیق و به موقع انسولین، نوشیدن آب کافی و مهمتر از همه، داشتن یه برنامه مشخص برای روزهای بیماری، ستون‌های اصلی پیشگیری هستن. چون یه سرماخوردگی ساده هم میتونه همه چیز رو به هم بریزه. و در نهایت همه چیز به این سوال برمیگرده: آیا شما و برنامه مدیریت دیابتتون برای یه موقعیت غیرمنتظره مثل یه بیماری ناگهانی آماده هستید؟ یادتون باشه، آگاهی و آمادگی قوی ترین سپر دفاعی شما در برابر DKA هستش. حتما با پزشکتون در مورد یک برنامه روز بیماری صحبت کنید. این آگاهی به معنای واقعی کلمه میتونه زندگی شما رو نجات بده. آغازی برای سلامتی با همراهی متخصصین کتونیا به صورت آنلاین.